و در ترکیه در جریان اقدامات گسترده علیه فساد چند مقام بلندپایه رسما تحت پیگرد قرار گرفتند. بنا به گزارش‌ها پسران وزیر کشور و اقتصاد ترکیه و رئیس بانک دولتی خلق بانک در میان کسانی اند که به اتهام فساد و تقلب بازداشت شدند. نخست وزیر ترکیه میگوید این دستگیری‌ها عملیاتی به گفته او کثیف است که مخالفانش علیه او به راه انداختند. رجب طیب اردوغان همچنین گفته بعضی کشورها در امور داخلی ترکیه دخالت می‌کنند و ممکن است سفیران آنها را اخراج کند. گونه یلدیز از بخش ترکی BBC اینجا در استودیو با ماست. آقای یلدیز، اشاره آقای اردوغان دقیقاً به چه کسانی است؟ او از هیچ سفیری نام نبرد، اما این بازتاب ادعاهایی است که در مطبوعات آمریکا بوده. این ادعاها که مسئولان اسرائیلی و آمریکایی در پشت این اتهامات تخلف مالی هستند. مثلا سفیر آمریکا در ترکیه در حساب توییتری خودش گفت که این اتهامات که آمریکا پشت این پرونده سوء تخلفات هست همه دروغ هست. اما امروز نخست وزیر ترکیه آقای اردوغان داشت با طرفدارای خودش صحبت میکرد و به اونها گفت که بعضی از سفیران به کارهای غیرقانونی در ترکیه مبادرت کردند و ما به گفته آقای اردوغان صبر نخواهیم کرد که اینا کارشون رو انجام بده، اگه لازم باشه اخراجشون میکنیم. چقدر ما این تهدیدها میتونه جدی باشه واقعا؟ یه بحث ادامه داره. این بحث با پیش زمینه انتخاباتی مطرح میشه. من فکر نمی کنم آقای اردوغان بیشتر از این جلو بره. من فکر نمی کنم آقای اردوغان سفیر کشوری رو اخراج کنه، چون رابطه ترکیه با آمریکا هم خیلی خوبه. ولی آقای اردوغان میخواد این رو برای مصرف داخلی خود طرفداراش این مسائل رو عنوان بکنه، چون میدونین گروه‌های دیگه هستن که همون طرفداران آقای اردوغان رو برای جلب آرا هدف قرار دادن. بنابراین بحثی انتخاباتی هستش که در داخل برای مسائل سیاسی داخل انجام میشه. گونه یلدیز از بخش ترکیه BBC، ممنونم از شما. سپاسگزارم. اما